دوستان سلام. خب یه ویدیو بگیریم برای یه معرفی مجدد درای آکاردئون و کیفیتش از نزدیک ببینید. خب قفل مخفی کار که توی کلاف در کار میشه و غیر از این قسمت که میاد بیرون و میره داخل و کلید، شما هیچ دسترسی دیگه به قفل نداری. به ایمنی کار فوق العاده کمک میکنه. تسمه‌ای که استفاده میکنیم دوستان تسمه 2.5 سانت هست به قطر 5 میل و از تسمه 2 استفاده نمی کنیم. اینا یه مقدار قوی ترن. پرچای مخفی و اونم قسمت لولای بالای کار که به صورت 90 درجه باز بشه و زاویه کامل رو به شما بده. غیر از قفل مخفی که میذاریم 2 تا جای قفل هست. کیفیت جای قفلا رو میبینید، اینا 8 میل هستن و کاملا ایمن. یه دونه جای قفل دیگه هم بالا داریم برای از داخل قفل کردن و اینم نرمی باز و بسته شدن کار.